من یکم چیز انتظار نیستم مردک بودی به شوخی یکم چیز من یکم چیزهای سیاسی در مورد کرونا میکنم یکم کردن نیستم کسانی که سو غیر قانون کار کرده باشه عاقبت بخواد خود جوابش میده همین قانون که برآمدی همین خط برو جوابش میده قانون ما گپ ما همین است من راستش هیچ گفتن نمیخواستم بخشش Нет. Знаете? Кто он такой? Я ничего не бухала, но если ты пешгуй یعنی سرنوشتش رو نمیدونید میشناسید اصلا؟ بله میشناس نمیشناسید بدونید که اصول در بله میدونم یعنی شما چی رو انتظاری دارید به آزاد میشود یا اینکه بس باز کم نمیدونم ما آزادی اون رو انتظاره یعنی شما باوری دارید که آزاد میشود بله شما آزاد میشه آزاد میشود یعنی با کدوم اساس شما میگویید که آزاد میشود از بگناهیش یعنی شما فکر اگر میکنید بگناه هست بگناه هست من فکر میکنم همه خیلی برای که آدم اینقدر ساختن اینقدر چیزای آباد کردن خبر دارم یک میگن من فلان جای ساختم 22 جای ساختن بعد گفته با محبس گرفتن با در محبس خونه سودی پنهانی گذشت برای همون من میگم که باید یگان جزاتی هم گیرد یگان نه دست خودش نه نمیشناسم راست گپ که از اون چیزهایی که اما ادوکات‌ها من شنیدم و یا همش اثبات کرده است که همین مرد گناهکار نگفته لیکن برعکسش نشنیدم که چی گناه های و اثبات کرده است گویا که گویا ما اکنون از روی گازیت و یا میفهمیم که همین چیزهایی که نسبت همین آدم شدگی اینو اثبات کردن که همین ها اساس ندارد بی اساس هستند گناهش نباشد آدم هیچ وقت کار نکنه جامعه به تاثیر بد میرسونه عدالت که نشد خلق دولت حکومت که بی عدالت شد باوری خلق نمیشد آینده با آینده ما باید دائم ما با آینده زندگی میکنیم آینده ما باید آباد بشه عدالت بشه نه ما نظامی مطلب استخبار ما باشه معجزات حقیقت رو انتظارم کسی حقیقت باشد اگر بیگناه باشد میبرد